وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 21 سپتامبر سال 2022 در یک اظهارات ویژه جانب قرقیزستان را به پایمال کردن تفاوقات اخیر و ادامه عملهای اغوا انگیز در مرز دو کشور عیبدار کرد. در اظهارات جانب قرقیزستان از جمله به نگاه داشتن نیروهای ویژه و تکنیکی وزنی حربی در خط مرز و حالتهای پی در پی نقض حریم هوایی جمهوری تاجیکستان توسط هواپیماهای بی‌سرنشینش گناهگار میکند. در اظهارات گفته می شود که با وجود از جانب تاجیکستان و قرقیزستان به امضا رسانیدن پروتکل درباره به نظام درآوردن وضعیت در مرز، جانب تاجیکستان یکچند عملهای اغوا انگیزانه جانب قرقیزستان را ثبت کرده است که تشنج در سرحد را افزایش میدهند. بنا به این منبع جانب قرقیزستان حالت از خط درگیری ها بیرون برآوردن قشون ها و تکنیک وزنی نظامیش را بر دروغ وانمود کرده آنها را در نقطه های اهالی نشین نزد مرزی نویه لیلک و جان اولوی ولایت بادکند قرقیزستان پنهان میکند. از جمله روز 8 سپتامبر در نزدیکی دیدبانگاه مرزی سرحدچی در نویه لخش تاجیکستان تجهیزات وزنی نظامی پنهان نموده عبارت از 4 واحد بتر بمپ بردم و شبکه‌های زینیتی 22 میلیمتری قوه‌های مسلح قرقیزستان به مشاهده رسیده روز 19 سپتامبر در نزدیکی نقطه اهالی نشین لاهوتی شهر کانیبادام تاجیکستان مکان جایگیرشوی تکنیک نظامی پنهان نموده قوه‌های مسلح قرقیزستان در حجم 12 عدد آشکار گردید. همین طور گفته می شود در اظهارات وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان روز 19 سپتامبر در فاصله نچندان دورتر از دیدبانگاه سرحدی رقم 3 نورآباد نویه دوشتیج تاجیکستان حضور نیروهای ویژه قرقیزستان با تعداد 70 نفر مسلح معین کرده شد. در اظهارات همچنین آمده است که جانب تاجیکستان ثبت موردهای زیاد نقض حریم هوایی جمهوری تاجیکستان را توسط هواپیماهای بی‌سرنشین از قلمرو قرقیزستان ادامه می‌دهد. از جمله 19 و 20 سپتامبر پروازهای هواپیماهای بی‌سرنشین قرقیز در فضای شهر اسفره، نویه دوشتیج، باباجان غفوروف، جبور رسولوف و رشت جمهوری تاجیکستان، پاسگاه‌های سرحدی سرحدچی و شیرین چشمه نویه لخش، روس راوود و موریک نویه دوشتیج اینچنین در بالای قسم‌های نظامی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان به مشاهده رسیده است. وزارت خارجه تاجیکستان در پایان اظهاراتش گفت تاجیکستان بار دیگر جانب قرقیزستان را دعوت می‌کند که سندهای امضا شده درباره به اعتدال آوردن وضع در منطقه مرزی را قطعاً اجرا کند. در عکس حال جانب تاجیکستان وضع را همچون آمادگی به تجاوز نوبتی قرقیزستان ارزیابی خواهد کرد. مسئولیت عاقبت‌های این گونه عمل‌های اغواگرانه به دوش جانب قرقیزستان خواهد بود. این اظهارات وزارت خارجه تاجیکستان در پی درگیری‌های مسلحانه 14 و 17 سپتامبر در مرز تاجیکستان با قرقیزستان است که بیش از 100 کشته به جا گذاشت. تاجیکستان رسما کشته شدن 41 نفر و قرقیزستان هلاکت 59 نفر را تصدیق کردند. متاسفانه در بین قربانیان ساکنان ملکی از جمله زنان و کودکان نیز زیادند.